اسلام دین تقدسگرایی نیست. مولوی ها و علما حق ندارن و آخوندا مردم رو در جهل و بیسوادی قرار بدن که ازشون پیروی بکنن و بر اونها مسلط باشن. ما باید دین خدا اون طوری که هست به خاطر خدا یاد مردم بدیم. حتی اگه مردم دین خدا رو یاد گرفتن احترام هم نکردن اشکالی نداره. اجازه ندید کسی دستتون ببوسه. در هر جایگاهی که هستید، هر شیخی که هستید، ما وظیفه داریم که بندگان خدا رو به خدا وصل بکنیم، نه به خودمون. قرار نشده ما خدای دیگر بشیم. احترام و محبت جای خودش، اما تقدسگرایی در اسلام سبب استبداد دینی و مذهبی میشه. مرید و مراد درست میشه، دین تعطیل میشه، خرافات در جامعه چه؟ زیاد میشه. و اسلام دین خرافات نیست.